نیت نماز. شخص نمازگزار در جای نماز رو به قبله ایستاده نیت میکند که کدام نماز را برای اطاعت فرمان خدا به جا آورده ایستاده است. نمازش آیا نماز بامداد است یا پیشین یا عصر است یا شام، خفتن است، آیا نماز فرض است، سنت است یا وتر واجب. نماز بامداد. نماز بامداد 2 رکعت سنت و 2 رکعت فرض است. حالا ما 2 رکعت نماز را ادا میکنیم به این ترتیب: نیت کردم بگذارم 2 رکعت سنت یا فرض نماز بامداد، روی آوردم به قبله، قبله به جهت کعبه، خالصا لله تعالی، الله اکبر. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام علیکم و رحمت الله. 2 رکعت فرض نماز بامداد نیز به همین طریق خوانده می شود. فقط در وقت نیت به جای 2 رکعت سنت گفتن 2 رکعت فرض می گوید. بعد از ادای نماز فرض 3 بار استغفر الله استغفر الله استغفر الله، سپس چنین می گوید اللهم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام. دعاها و ذکرهای بعد از نماز. بهتر است که بعد از ادای نماز کمی با ذکر و تسبیح گفتن مشغول گشته، قرآن تلاوت نموده، هر حاجت و خواسته ای که نمازگزار دارد با راز و نیاز از درگاه پروردگار مهربان طلب کند تا ثواب بیشتر کسب کند. از بهترین ذکرهایی که در همه نمازها گفته می شود تسبیحات است که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به دختر گرامیشان حضرت فاطمه زهرا علیه السلام آموخت و این تسبیحات به این شرح است: سبحان الله 33 مرتبه، الحمدلله 33 مرتبه، الله اکبر 34 مرتبه. همچنین خواندن آیت الکرسی فایده های زیادی دارد. در روایت آمده است هر کس بعد از نماز فریضه آیت الکرسی بخواند هیچ حیوان و جانوری که نیشی زهردار دارد به او ضرر و زیان نرساند و او را نیش نزند. در روایت دیگر آمده است که هر کس آیت الکرسی را در هر روز بعد از نمازش بخواند خداوند قسم یاد کرده است که آن بنده را هر روز 70 بار با نظری مخصوص نگاه کرده حاجتهایش را برآورده با همه گناهانش او را به درگاهش بپذیرد. نماز پیشین. نماز پیشین 10 رکعت است. به این ترتیب: اول 4 رکعت سنت، بعد 4 رکعت فرض و سپس 2 رکعت سنت. نمازگزار با نیت 4 رکعت سنت پیشین 2 رکعت اول را همان طوری که در نماز بامداد ذکر کردیم به جا آورده، وقتی که تشهد یعنی التحیات را میخواند که این را قعده اولا میگویند، صلوات و دعا نخوانده الله اکبر گویان به رکعت سیوم برمیخیزد. در رکعت سیوم ثنا و اعوذ بالله نگفته بلکه با بسم الله سوره حمد را تا آخر خوانده ضم سوره میکند. بعد از ضم سوره با گفتن تکبیر یعنی الله اکبر به رکوع می رود. سپس 2 سجده را به جا آورده به رکعت 4 برمیخیزد. رکعت 4 را نیز با بسم الله آغاز کرده سوره حمد و ضم سوره می خواند. بعد به رکوع رفته سپس 2 سجده را به جا آورده وقتی که به قعده می نشیند التحیات، صلوات ها و دعا را می خواند. آنگاه به طرفی راست و چپ سلام داده به همین ترتیب 4 رکعت سنت پیشین را به آخر می رساند. چهار رکعت فرض نیز مثل 4 رکعت سنت به جا آورده می شود. تنها فرقشان این است که در رکعت سیوم و 4 نماز فرض سوره فاتحه خوانده ضم سوره نکرده به رکوع می رود. رکوع، سجده، قعده و سلام نیز به همان طوری ذکر شده است. نماز عصر. نماز عصر تنها 4 رکعت فرض می باشد و مثل 4 رکعت فرض پیشین به جا آورده می شود.
نماز شام. نمازگزار نیتی 3 رکعت فرض شام کرده مثل 4 رکعت فرض عصر بخواند، ولی بعد از سجده های رکعت سیوم به قعده می نشیند و التحیات و صلوات ها و دعا را خوانده آنگاه به طرف راست و چپ سلام می دهد. بعد نیتی 2 رکعت سنت شام گفته مثل 2 رکعت سنت بامداد آن را به جا می آورد. نماز خفتن. اول 4 رکعت فرض نماز خفتن گفته نیت می کند و مثل 4 رکعت فرض پیشین آن را به جا می آورد. بعد 2 رکعت سنت نماز خفتن گفته نیت می کند و آن را مثل 2 رکعت سنت نمازی بامداد به جا می آورد. سپس با نیت 3 رکعت وتر واجب مثل 3 رکعت فرض شام می خواند، تنها با این فرق که در رکعت سیوم وتر واجب بعد از خواندن سوره فاتحه ضم سوره کرده تکبیر یعنی الله اکبر گفته دستها را برابر گوشها مثل تکبیر تحریمه برداشته، باز دستها را زیر ناف بسته دعای قنوت میخواند. دعای قنوت به این صورت است: اللهم انا نستعینك و نستغفرك و نؤمن بك و نتوکل عليك و نثني عليك الخير نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. آنگاه به رکوع رفته باقی عملهای نماز را مثل نمازهای دیگر به پایان میرساند. فرضهای داخلی نماز. فرضهای نماز 6 را هستند: تکبیر تحریمه یعنی همان تکبیری که با آن به نماز داخل می شویم. 2 قیام، قامت را راست کرده ایستادن در نماز. 3 قرائت، اگرچه به مقدار 1 آیت باشد. 4 رکوع. 5 سجده و 6 قعده آخر به مقدار خواندن التحیات. مسئله: فرض‌های نامبر شده باید در نماز انجام شود. اگر یکی از این فرض‌ها چه قصدن و چه از روی فراموشی ترک شود نماز درست نبوده باید از نو خوانده شود. واجبات نماز. واجبات نماز 12 تا هستند: 1 خواندن سوره فاتحه. 2 ضم سوره کردن به سوره فاتحه، 1 سوره یا 1 آیتی دراز یا 3 آیتی کوتاه. 3 اول خواندن سوره فاتحه از سوره‌ای که ضم می شود. 4 تعیین قرائت در 2 رکعت اول فرضها. 5 قعده اولا که در نمازهای 3 و 4 رکعتی بعد رکعت دوم نشستن را قعده اولا میگویند. 6 خواندن تشهد در قعده اولا و قعده آخر، اما تشهد عبارت است از گفتن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله که در ضمن التحیات خوانده می شود. 7 لفظ سلام یعنی السلام علیکم و رحمت الله گفتن در آخر نماز. 8 خواندن دعای قنوت در نماز وتر. 9 تکبیرهای عید رمضان و عید قربان. 10 با آواز بلند قرائت کردن امام جماعت در نمازهای 2 رکعت فرض بامداد، 2 رکعت اول فرض شام و خفتن، نماز جمعه
نمازهای عید رمضان و قربان، نماز تراویح و ویتر در ماه رمضان. 11. با آوازی پست قرائت کردن امام جماعت در نمازهای پیشین، عصر، 1 رکعت آخر شام و 2 رکعت آخر خفتن. زنها تمام نمازها را با آوازی پست می‌خوانند. 12. با آرامی تمام ارکان نماز را به جا آوردن. مسئله: حکم هر واجبی که نامبر شد این است که اگر یکی از اینها را نمازگزار قصداً ترک کند باید نماز را از نو بخواند، اما اگر از روی فراموشی و سهو ترک نماید با سجده سهو نمازش درست می گردد. اما سجده سهو چیست؟ اگر نمازگزار در نمازش از روی سهو و خطا هر یکی از واجبات نماز را ترک کند، مثلا قرائت را ترک کند یا قعده اولا را ترک کند، یا زنها نماز را با آوازی بلند بخوانند، در این حالات بعد از تشهد آخر به طرف راست سلام گفته فوراً 2 سجده به جا می آورد. این 2 سجده را سجده سهو می گویند. سپس باری دوم تشهد خوانده سلام می دهد. سنت های نماز: 1. دستها را تا کتف برداشتن، یعنی در وقت تکبیر تحریمه پیش از دعای قنوت در نماز ویتر و در نمازهای عید. 2. دست راست را بالای دست چپ گذاشته بر روی سینه ماندن در وقت قیام. 3. ثنا خواندن بعد از تکبیر تحریمه. 4. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتن در رکعت اول بعد از ثنا. 5. بسم الله الرحمن الرحیم گفتن پیش از خواندن سوره فاتحه در هر رکعت. 6. با صدای پست آمین گفتن بعد از خواندن فاتحه. 7. تکبیرهای الله اکبر و سمع الله لمن حمده در رکوع، سجده، قیام، قعده. 8. ربنا لک الحمد گفتن بعد از رکوع پیش از سجده رفتن. 9. تسبیح گفتن در رکوع و سجده ها. 10. در سجده پنجه های دست، پای، زانو، پیشانی و بینی را بر زمین گذاشتن. 11. در بین 2 سجده به قدر 1 تسبیح نشستن. 12. در قعده التحیات خواندن. 13. بعد از التحیات صلوات و دعا خواندن. 14. در آخر نماز به 2 طرفی راست و چپ سلام دادن. آداب و مستحبات نماز: 1. نمازگزار در وقت قیام به سجدگاه نگاه کند، در وقت رکوع به پشت پایهایش، در وقت سجده به نرمی بینیش، در وقت قعده به سینه اش و در وقت سلام دادن به کتفهایش. 2. اگر بتواند پیش سرفه اش را بگیرد، این هم از آداب و مستحبات نماز است. 3. در وقت خمیازه کشیدن دهانش را بپوشد.